سلام و درود و ارادت خدمت تک تک عزیزان. صادق لطفی احمدی هستم و اینجا کانال یوتیوب منه. بریم که با هم یه کالاف بزنیم ببینیم چه جوری هست. خب همونجور که میدونید درآمد کانال های من مال مردم شهرمه و باید، این جزو باید هست که حتما فعالیت کنم و فعالیت داشته باشم. خب چند روزی همونجور که میدونید بیشتر طرفدارایی که با هم مثل خانواده ایم تزور گم شده. تزور سگیه که از 12 روزگیش یه هاسکیه که خب داخل خونه ما اومده و زندگی کرده و بزرگ شده و این یکم شرایط رو سخت میکنه که جای دیگه بخواد زندگی کنه، چون اصلا عادت به گرما ندارن. حالا بحثایی که این که کنار سفره دوست داره غذا بخوره و خیلی اجتماعی و بیاد داخل خونه و خانواده باشه هم که بحثش جداست. خب بریم که ببینیم آیا وارد بازی میتونیم بشیم یا نه، که امیدوارم بتونیم این کار رو انجام بدیم و این ویدیویی گرفته باشیم برای شما که خب خیلیاتون نگرانین، محبت داریم به ما، به تزور و همتون از نزدیک تزور رو میشناسیم، چون حالا کانال یوتیوب داشت و فرصت نمیشد ازش ویدیو بسازیم و خب از موقعی که از در خونه رفته بیرون تا به الان 3 روزه که نیست و خب سعی که توی یک سری شرایط زندگی کرده باشه، نمیتونه قطعا جای دیگه زندگی کنه و رابطهش حالا با آدما اونچنان نیست که بشه کسی بره نزدیکش بگیره این سگو یا حالا هرچی. بریم که از این بحث دور بشیم و بتونیم فعالیت کنیم تا زندگی قطعا ادامه داشته باشه، چون شرایط آسونی نیست و نمیدونم واقعا چی بگم راجبش. حالا انشالله پیدا بشه. سلام سلام. بچه ها از صدای میشنوید آقا صادق آلکاتراز بازی نمیکنه. دقیقا. بریم مطلاعاتی. مرسی از شما که درک میکنن واقعا که بریم لباسم بزنید که بریم. یک لرزمه لباسم عوض کنم. باش. ردی شد. بچه های کلن FNS هن و امیدوارم که بازی کنم. قطعا شما صدایش رو داخل بازی ندارم و اگر یک وقت سوتی کلامی میه صرفا بزنن رو حال بعد ما که سلام سلام. آقا صادق سلام جان. سلام سلام. آقا صادق سلام سلام. سلام.
جان داد. میگم که من میخوام ساله که 10 تا کیلو وینو برم. من وینو رفتم 10 تا کیلو وینو نرفتم. سلام داداشا، سلام چکرم. نه لط نده سلام داداش، سلام. داداشم چرا لفت داد؟ رفت آلکاتراز بزنه توپن بگیره بره سکریت رو بزنه. آقا صادق جان داداش جان. میگم که منو آنفالو کنید، من میخوام برم داشت شروع میخوام 10 تا کیلمو بزنم. باش. آنفالو کن شما رئیس اگه میخوای. سالش هر تیمی رو میخوام برم. آقا صادق منو میتونم شرکت کنم تا چمپیون؟ دقیقا. خب الان با وجود یک نفر کمتر سخت شما قطعا که وین بگیرن 10 تا کیلم بزنن. حالا تو این 206 که با داداشش تیم آپ کرده بود او که وین معمولی میخه، ولی محمد امین وین و 10 تا کیل میخه که با نبود یک نفر کمتر خیلی سخت میشه، ولی خب زور ما رو میزنه. نه مرادی قویه. بله در او که شک نیست. نه شما باید فقط وین کن. وین کنی یه جداست، 10 تا کیل وین کنی هم جداست. صادق میگم که مسابقات منطقه‌ای رفتیم. دیدم عکساشه، نفهمیدم کدو یکی بودی. او سفیده سمت راستی بودی؟ آره چون تنها آدم که شباهت داشت به تو همو بود، به بچه تخسامو خورد. بیوان یا شاتون پیدا کردی بده من شماره یه تیم. نه دیگه نمیخوام. شم روز نمیخوای آجی؟ چی؟ رنگ جان کیو رنگ بده. نه من من میزنم شما رو تا جایی که میتونی باتا رو بذار من بزنم. حده من یه وینم بگیرم من فقط 10 کیل بزنم و وین کنم. تو فقط وین کن. تو صفر کیلم وین کنی اجازت رو میگیری، ولی من 10 کیل باید بزنم. دقیقا. امیدوارم این مچ میشه. زور ما رو میزنه. فیلم بده بالا دارم میزنم. فیلم بده تا جایی که میتونم. اینو نزن، این باتا رو نزن. من کیلم رو دوزید. 2 نفر اومدن اینجا ساجی. یکی دیگه آجی من سعی میکنم دمیج کنم تو داره بزن. آخریشونه دنبالشم. نبود خدا
بگیرم پریشون بیا 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 کابرم نزنش برو جلو تو جلو برو بزنم بهش بزنم اولوی زن دیره هوی هوی برو سر من برو من ویست نداره لبی خوش برو بچه لبی خوش فقط بیادبی نکن. کیل دارم بس من 2 تا کیل دارم بس من فشار رو 2 نفر با اسکینر یه ساعت دنبال این یارو بودیم ماشالله بات دیدی نزنی یا حواست باشه یه بات دیدم صدا کنم حالا نه بات میخواییم پیداریم به بات نمیخواییم درستتمون باته یه بشین بریم کلاس آتیش دراپ شوفر جلومونه 2 نفرن یا علی برو فقط برو اوی جون ماش اوی پش بذار بیان دنبالت یه فراری کردم به مولا اگه پشت وای از پشتم منو زد فرار کن نه فرار کن تا جایی که میتونی فرار کن درون میام. آقا صادق بیای یه نفر کیو زد برو بابا برو دراب کنم اینجا تا خیلیرمون میزنن وایستا من یک وسیله بردارم میام تگ شماره 1 میگیرم، تو فاصله بگیر. برو همینو برو یکیشونو نوت کردم برو فرار کن بابا بر نگرد برو تو جاده ماشین پیدا کن میخوام چاپره بره اینجا ترافیکانه اینا میمونن برو تو ماشین بردار با ماشین میاد تگه بیا ماشین فقط سوارت نشن تا جایی که میتونی زیرشون نکن اگه تو جاده چجوریه تو تونله خوبه همینو مستقیم بری هم میتونی نه اگه منو زود بزن فقط بزن حالا من یه چیز بگم فشار بخوری من 9 تا کیل داشتم 9 تا وین کردیم یه بارم 10 تا کیل داشتم دوم شدیم فشار خیلی بزرگ یعنی فشار بذار ماشینه تو چند نفره 3-4 نفره 3 نفره منم سوار اوه جلوتون انمیه ها حالا اوکری قد پره
انمی باشیم. من ذهنشم میرم درا پیده که شماره آقا صدا ما کرده بانمو میکشم بعد میام سمت سیف. صدق برید درافی که خودتون مارک کردی. دارم همون کارو میکنم. تو بلندیه، میخوام از یک سمت دگهش بیام. من از زندشم میام اونجا. اگه گانتون کشیدید سب کنید من زندشم میام بعد بریم با هم. باش، بپری آبگریت باز کن. نمیرسم ولی میام دیگه. آقا دارد کسی رنگ کنم نه بیا بریم. میرسم. رسیدم من به درا یکم دیگه من بتکیل دارم بعد میگی دو نفری بین کردنش راحته. این 10 تا تیمی کنه. آره چه تو بکش اتشمنت دوه بکش من تو چی میکشم چه سویزه چی یه سویزه مولایی بعد میکشم ایش دمتان کرد بیادر با ماشین برم همینجوری بچه. آره بریم همینو میچرخیم خب تو کی؟ انمی دراپ جلومون انمی دراپ زیادن ها. انمی داره جای دراپ اون انمی. انمی اینجا دو نه دراپ آرمور بریم بیا پره. نفر یه دونه ها به من نرسی آقا صدا کنید در بریم دست کدو یکی شما یه معلومه اتچمنت مولایی بیاین بریم ولش کنه. بعدن میگیرم. بیاین آرمور بعدن میگیرم ازتون. بشینیم بریم. بیا بشین بریم. بیا بشین بریم. بچه بریم داخل او زیرزمین چیز. داخل زیرزمین ای پمپ بنزینه. آره دراپ هم شده. دقیقا انمیه ها. خیلی خوبی رو شاد کنم امیدوارم وان شاد کنه بزنم یه دوتا اسکوال و همینطوری حمایت مدی چند تا کیل داری؟ 4 تا دارم 2 تا کیلوزی شد ازم یه دونه رو ناک کردم چیز شد یه دونه کجا دارن تیر میزنن؟ من 2 تا تیر شدم اما باید کردم بین اون اسکوال بزنم
با فکر کنم تو زدی یا انمی زد نمیدونم یه باچی بود تو بار اومدی. بچه ها بیان روی هایگرند بره، اینجا هایگرنده رو بگیرم. نیت کاست بگی بهش بدم من نیت بیاد بدم 10 تا کیلو که نمیتونم بزنم من نمیشه باید 6 نفر رو بزنم و 11 اشکال نداره بزنی، بیا برم جای ماشین خودم هایگرنده رو بگیرم. ادی محمد روی دراب آرمور نمیه. اون برا رو اومد محمد ادی یکی رو بدم بجا خونی بگو ادی ما فشار رو میکنیم تو بگی اسپوات داری در سر بود من تو زیستایی دارم تو که کار بکنم با زیستایی خب این که درد داده خیلی فشار داده من بذار واینا برم ببینم زیر کنم یه 2 نفر موتور چیزه اوبره یکی همجور دارم میزنم کجاست؟ اینجا نمیری اینجا دیدم وای نزدیک بود بریم زار مورمو بزنن آروم صدا تو ببر بد نیست خوبه حاجی رو پرگای اچسد یه فت ایدیس لجند داری اونو بذار روی 117 فت ایدیس که نمیزنی با اچس نه چیز میزنم من میزنم بگو بینش کن فعلا من مغزم کنم خوبه ما رو نگاه کن تو رو برو اشکال نداره فهمیلش کن او اینجا نمیه اوی رفتم تو زون کجاین؟ فکر کنم اینجا اوه یکی پیش منه اومدش ببین تمام. 8 تا کیل دارم بدترین شرایطم به چاوی این کردم. حالا برم مرادی خوشحال کن. دو تا همه زدم میشه 10 تا دیگه. چی آقا زده؟ 2 تا کیل زدم با 8 تو میشه 10 تا. نشد که میشه 10 تاش کنم چرا دیگه شد دیگه. 2 تا کیل من مال تو. نه میگم 2 تا کیل من مال تو دیگه.
من حالم یعنی من بردم چالشو. ها من حالم خوب نبود، به قول بنده خدا گفتنی بازی کردم. من اصلا داخل بازی نیست مغزم، یعنی داخل هیچی نیست. بعد الان بردن چالشو. بذار من ویدیوها رو قطع کنم. آقا صادق من میخوام چالش میگه 10 تا کیلو میخوام شرکت کنم. میتونم امروز شرکت کنم؟ بله